مراجعت کرده گفتنی هستیم که سند در تقویم 23 مارس سال 2021 است و حالا باشه ما قرار داریم در نزدیکی مؤسسه دولتی قصر جوانان به نام لایق شهرعلی شهر خوجند. خب برای چی اینجا اومدیم؟ با اون خاطره که چند پارچه‌های زیباترین رو از رفت برنامه کنسرتی هنرمند جمهوری تاجیکستان استاد افزالشوخ شودیев پیشنهاد کنیم. خب ما اگر به قفا نظر اندازیم اینجا آهسته آهسته مخلصان، هواداران و اخلاصمندان هنری والای استاد جمع آمده ایستادند با اون خاطره که از برنامه کنسرتی ایشان لذت معنوی بردارند. بینندگان عزیز، ما درود میگیم به شما که چون همیشگی ما رو از آن طرف اکران همراهی کرده ایستادید. باور کنید با ما خیلی زیاد درخواست کردند که من بعد آن برنامه کنسرتی که در شهر خوجند برگزار میگردد حداقل امکان کوشش کنید که از رفت برنامه کنسرتی با ما نمایش دهید. با این خاطر ما اینجا امروز آمدیم. دوستان عزیز، ما حالا نمیدونیم که با ما میسر میگردد که با خودی استاد همصحبت میشویم یا نه. به هر صورت ما حرکت میکنیم که همصحبت شیم. اگر میسر نگردید پس پارچه‌های زیباترین، لحظه‌های زیباترین رو از رفت برنامه کنسرتی پیشنهاد میکنیم. با ما میسر گردید که با افزالشوخ شودیев شهر خوجند همصحبت شیم. انیخترش این نفر شاگردی هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان استاد افزالشوخ خودی عمر جان است. السلام علیکم. سلام علیکم. اکوی عزیز، شما نازم درست می؟ از دیدن شما خیلی خرسند کردیم. اینچنین بهار مبارک باشد. برای شما هم مبارک باشد. خب من بسیار شنیدم که وقتی که استاد افزالشوخ شودیев با خوجند میبیاید از دیگران دیده شما کمتر سرتشویش‌تر میشید. همین درست است؟ البته که استاد میآیند ما سرتشویش میشیم، خدمت میکنیم، الهیم خدمت شما مشرف گردیم. سلامت باشید. من تا چند سال است که شما از نزدیک شناس هستید با استاد؟ خطا نکنم 12 سال شد. 12 سال شد. بهترین. خب امروز برآمد دارید اگر اشتباه نکنم؟ اگر اجازت باشد میخونیم. اگر استاد دعوت کنه. ما اکنون اینجا اساسا خدمت میکنیم گفتم اومدیم. یعنی که سرود خونیم. اجازت هم میخونیم، نه باشد خدمت خودمون میکنیم. سلامت باشید. کدام خصلت استاد خود شما رو در حیرت میگذارد؟ من هر انسان خصلت‌های گوناگون دارد، درست؟ البته. کدام خصلتشون؟ یک سه خصلتی اون نفر رو نمبر کرده میتواند که شما رو اولش این استاد شخصی هستند که به تمام مردم خاکسارانه، سربلندانه با یک زبان صحبت میکنند. خصلت خوبیشون این است به شاگردها مهربان هستند. همیشه دستگیری میکنن شاگردها را. سومش این در حقیقت هنرمند بهترین هستند. بگذار که 100 سالها عمر ببینن. البته. من یک چیز رو قید کرده گذاشتنی هستم که البته خریداران استاد خیلی زیاد هستند در تمام جمهوری تاجیکستان و بیرون از اون. گاه میشود که استاد در یگان سفر هستند، گاه میشود که استاد وقت ندارد. شما به ملال میتوانید به خود عمر جان مراجعت کنید، زیرا که آوازی عمر جان قابلوف قریب یگان فرقیتی ندارد. یک بار اثبات میکنید کمی باشد هم از ترانه‌های دلانگیز استاد. گذشتم رم به غم‌های تو بگذشت، به سودا و علم‌های تو بگذشت. تو را پیدا نکردم لیک عمرم و یا پی با قدم‌های تو بگذشت. این بود یک ترانه از استاد افزالشوخ شودیев. هزار رحمت، تشکری بپویم که پیشنهاد ما رو رد نکردید. تمنیات نیک شما با خود استاد. استاد عزیز، تا جهان باشد باشید، همیشه سربلند باشید. همیشه خیلی که شاگردها رو برای راست هدایت میکنید. با یک چند شاگردهای دیگر از پیش ما روان باشد. سلامت باشید. بگذار شما هم به قولهای استاد عزیز و عالی قدر رسیده باشید. میندار رحمت. السلام علیکم. علیکم السلام. خوش آمدید به برنامه کنسرتی استاد افزالشوخ شودیев. رحمت. خب مرتبه چندم است که شما با کنسرت‌های یکمین دفعه آمدم. سفرهای پیش هم آمده بودم. امروز اکنون یکمین دفعه آمدم. حاضر من در آمده کنسرت تماشا کنیم. افزالشوخ شودیев پستان مخلص شما. خب چند سال باز مخلص شما؟ چند سال اینجانیم؟ حاضر اگر خطا نکنم 60 به برامدگی باشم. خب
تقریبا از سال 79 از سال 79 اینجا شما مخلص بید کدوم ترانه‌شون بیشتر به شما معقول است ترانه آها چی بود جوانی رفت جوانی رفت خیریت کمتر میسروید بابا بیاید همراه میسروید همراه چی سود از زر علا یاری زرافشانی جوانی رفت بابا شما نو جوان شده ایستادید حالا جوانیتون نرفت خب تمنیاتی نیک شما با استاد مرحمت تمنیاتی نیک لوی صد بدرانو چیزی که می نبینن همه شعرشون مل شده است ما گوشکره میکردیم هزار رحمت به شما استراحتی با فراغت مرحمت گذره البته شماره مخلصان استاد افزالشوخ شودیев خیلی زیاد هستند و ما امروز حرکت میکنیم که حداقل با آنها هم صحبت شیم اینا با یا السلام علیکم شما از یک دقیقه ممکن می شما ما بودو السلام علیکم برای یک تمنیاتی نگیریم با استاد عزیز خب مراتب چندم است که شما با کنسرت آمده ایستادید با کنسرت افزالشوخ شودیев در عموم من بوری افتادم سال آینده بلیط گرفته بودم نه سالی گذشته گوید سال گذشته چون اصابی و این اصاب رفتنشون تمامی و یک دیگه بودیم چند سال اینجا شما مخلص با استاد من 3 سال است 3 سال از 3 سال قبل شما نمیشناختید نه اون نفر رو من میشناختم من کلا مخلصی و یو اصلا سروری دوست داشتی من جوانی رفت باز جوانی رفته کمتر میسروید نمیدونم من کار نسرایم من که همه سروری دوست داشتی ما هم میدونید بسیار نفرها میگن که مخلصان افزالشوخ شودیев در برابر آوازخوانیش بیشتر به سخنهایش عاشق است نیست وقتی همین و این نسرایدنشون هم سرودای و ایشون که من سخن با وی نیکنیم و من کل همه عرصه خب من حاضر ما رو تماشا کرده ایستادم من اون طرف اکران از اون طرف اکران چشمشون سوی ما است چی تمنیات با اون نفر مرحمت اینا مرتبه های بلند بدرم خب لیسوی وای که دی با آینده وای شده بروان زمانه ها این واه وای شده دو همه این واه کسل وای شده از این بیماری ها خلاص شویم خلاص شده با کنسرت های موله مونده لوی مرتبه های بلند هزار رحمت به شما استراحتی با فراغت مرحمت واه ادو شده ما کنسرت ببرم خب این همش با دوی مادرم سلامت باشید رحمت می و اون باشه کنسرت ها نبود کو درست 100% من هم فکری شما رحمتی کلام مرحمت گذارید همینک ما وارد تالار مؤسسه دولتی قصر جوانان گردیدیم و چون دیده ایستادیم اینجا آهسته مخلصان جمع آمده ایستادن یعنی همه جایهای نشست خود را پیدا کرده ایستادن و باید قید کنیم که پس از چند لحظه خود استاد افزالشوخ شودیев وارد این تالار میشن و برنامه کنسرتی شروع میشود تا اون باشد ما باز هم با دیگر نفران هم صحبت میشیم با ما باشید و ما میسر گردید که با برنده برنامه کنسرتی امروزه اکوی عزیز و عالی قدر ما همکسب ما حکمت الله احدов هم صحبت شیم السلام علیکم سلام علیکم محمد اکوی خان عزیز از دیدن شما خرسند شدیم تشکر من نیز از دیدار شما شاد گشتم نوروزی عالم افروز با شما مبارک باشه هزار رحمت مینادور خب تیاری ها چگونه است با کنسرت راستی چگونه که اوگاه هستیم ما همه در محفل ها در کنسرت ها در نمایش ها هنرنمایی میکنیم لیک عین حال من کمی در احساسات هستم احساساتی بسیار هم چی میگویند شنونده های استاد حاجی افزالشوخ شودیев بسیار هم انسان های نکته فهم و نکته سنج و نکته دان خیر آمادگی بد نیست کوشش می‌نماییم که خوب برآمد کنیم و در نزد مخلصان صاحب کفگوی خوب گردیم سلامت باشید خب تای این مراتب اول است که اون شما در برنامه کنسرتی محض استاد برآمد کرده ایستاده نه راستی من دو مرتبه سال 2017 در دو بسته کنسرت استاد یک جای ما برآمد کرده بودیم این مرتبه دوم است مرتبه اول باز هم عزیز زیاد بود احساسات لیکن این مرتبه هم احساساتی هستم به احساسات نمیشود نه بله زیرا خودی استاد هم خیلی یک شخصی نقطه دان و نقطه سنج و نقطه فهم هستند از این خاطر کمتر مشکل تر میدونید همه برنده ها من میدونم که در برابر راویگی کردنشون
پسی کادری باشد هم خیلی مایل و رغبتی سرودسرایی دارند. بله بله. علاوه شما در برابر برندگی باز کارمند تئاتر هم هستید. بله بله. شده است حالتی که شما ماست در نزد کامera سرودسرایی باشه. راستی این یگان مرتبه رخ نداده است. هنگامی در استودیو ثبت آواز دوستان اگر باشیم یکی شعر قرائت میکنم یکی موسیقی سرود میخوانم خیلی این بسیار هم پنهانی لیک یگان مرتبه در نزد دوربین سرود نسرودم. باری اول ما حکمت الله احدوف رو مجبور میکنیم که خودی حاضر یک ترانه دلانگیز استاد افزالشاه شودیف رو چی سود از زر علا یاری زرافشانی جوانی رفت چی هست از لعل ای شوخی بدخشانی جوانی رفت چی دانا بود چی جویا بود چی زیبا بود اما زود به نادانی به حیرانی به سرسانی جوانی رفت. جوانی شما نرود هیچگاه. هزار رحمت. بگذار شما هم همیشه جوان بمونید. آوازتون خسته نگردد. ما به صحنه هنری حاضر شدیم. حالا پرده پوشیده است و قفای پرده باشد نوازندگان استاد افزالشاه شودیف یک موسیقی فورم رو با مخلصان ایشون پیشنهاد کرده شدند تا آغاز برنامه کنسرتی. از کدام مناطق تاجیکستان هستید؟ ناحیه دیوشتیچ. از ناحیه دیوشتیچ. خب ما برای کنسرت اومدیم امروز به خودم. البته. تا چند سال است که شما مخلص هستید؟ همون خودم میشناسم که همون خودم ما اهل عائله همون من فرزندم که این دیسکای اینای همون باور کنیتون اکن نمیدانم دیگه گنده مخلص هستیم. یکم بار من چند سال روسیه ها بگشتیم یکم بار اینا بینید که دخترچم اینا عیدی بهار به من تبریک کرده بلیت خریدیم. انا کن نصیب هزاران بار شکر الله میکنم که انا عیدی بهار با نصیب کرد با کنسرت همین حاجی افزالشاه شادی مهان نصیب کرد سکن. شما هم بسیار بسیار تشکر. رحمت های کلام. این اولین اشتراک شما در برنامه کنسرتی بود؟ البته. تا کنون یگان مرتبه اشتراک نکرده اید؟ یگان بار فقط آرزوی من این. از نزدیک یگان مرتبه دیده؟ نه. از نزدیک یگان مرتبه ندیده؟ نه اکن. همین خیر. تاریخ 23 مارت سال 2021 برای همین مادر عزیز و القد یک روزی خاطر ما و یک سنه تاریخی خواهد ماند. البته در هیجان هستیم. عذر. در هیجان هستیم. حاضر گیرم میاد. چند نبیره داره؟ الحمدلله 5 نبیره دارم. یگان نبیره اتون رو نامش رو افزالشاه نگذاشته؟ اکن نه. حالی اکن همین اینش البته افزالشاه میشه. خدا خواهد. کدام ترانه های استاد به شما بیشتر محبوب است؟ جوانی رفت. جوانی رفت. وای ترانه نمیشه. وای نه جوانی رفت. ثانی دختری همسایه. آن دختری همسایه برگشته نمی آید. باز کدام ترانه؟ با یک گله حاضر همه خیلی گنده هیجان که دلم دوک این با فکرم یکمی مرتبه است که شما در نزد کامera سخن کرده اید. این هم با توفیل استاد. این هم با توفیل استاد، با توفیل شما، با توفیل همه شما. سلامت باشید. یک تمنیات نیکی شما با استاد من یک چیز رو قید کنم که خودی حضور استاد ما رو تماشا کرده ایستادن، یعنی چشمشون طرفی ما است. همه وقت همه خیلی سرسبز و جوان و همه خوشی نیکی زندگی رو من با آن کس تمنا دارم. همیشه همه شما را در با قطار استاد همه هاتون را برای کار میخوام. فقط الله مهربان برای کارشان دیان شما هم بیام استاد بیام همه ما را میندار رحمت های کلام شما هم به رحمت
شما هم به اله عمرکاتون دراز باشد رحمت. همیشه باشیتون بگذار یک چیز بله چی رو فراموش همین کرده؟ خلق خوجان بسیار بسیار نغز دیگه گب نیست همین زبانش شیرین گب از او نیست رحمت. همیشه هموطن همیشه در پناهش نگه دارد الله مهربان استاد همیشه باشن سرسبزی همیشه در قله های بلند باشن همیشه همه خیلی خاکسار باشن بگذار رحمت های شما هم کلام. با ما باشه ما تنها الله. نباشیم با شما باشه رحمت کلام هنرمندی خلقی تاجیکستان استاد حاجی افزالشوه شودی برنامه رنگین کنسرتی خویش را بهر شما پیشنهاد می‌کنم. همین نوروز به نیت کردیم که یک باستان شهر برفته دعای مردمی باستان شهر گیریم. کسی دعای مردمی باستان شهر گیرد خدا خواهد برکت می‌یابد. برکت پیشوای ملت اینجا گرفتگی. ما هم وظیفه ما اومده اینجا خدمت کردن چون که اون کس اینجا دوست می‌دارن. همه تاجیکستان یک جا شد، صلح شد، امانی شد، تنجی شد، آبادی شد، بایگری شد از دعای مردم خوجند باستانی. زکوی یار می آید نسیمی بادی نوروزی از این بادر مدد خواهی چراغی دل برافروزی جامی گل دیگر بلبل چنان مستی می لعل است کی زد بر چرخی فیروزه سفیری بختی فیروزی ای اهل بدخشانم نوروز مبارک باد ای سوختی باستانم نوروز مبارک باد با پیک امید آمد نوروزی امید بخشا خطلان و زرفشانم نوروز مبارک باد خطلان و زرفشانم نوروز مبارک باد. البته برای هر نفر میسر نمیگردد خوشبختی ما در این است که با ما میسر گردید که با خودی استاد عزیز و عالی قدر طالب آذرخش هم صحبت شدیم. استاد جان السلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه کنسرتی. مبارک باشد. برای شما هم مبارک باشد. برنامه نوروزی. بله. زحمت شما هم خیلی زیاد است. اینقدر زحمت هم نیست از ما. تماشا کردن زحمت داره. نه زیرا اوگه هستیم از اونی که چندین از ترانه‌های معمول ترینی استاد رو خودی شما روی کاغذ آورده اید. بله. افزالشوه شودی هنرمند محبوب ما از دیگر آوازخوان‌ها یک فرقیت داره. قسمت زیادی آوازخوان‌های تاجیکستان از ما خواهش میکنن که برای آنها سرود نویسیم یا آهنگ پیشنهاد میکنن یا یگان موضوع میتونن که سرود نویسیم. اما افزالشوه شودی از آوازخوان‌های معنی سرایی که خودشان میکوبن جستجو میکنن میابن و آهنگ از روی همون متن از روی همون غزل همون ترانه آهنگ آفرین میخوانن. یعنی خیلی
овозхоне ки ҳамеша ҷӯё ва пӯё ва гӯё. шудааст ҳолатҳое ки ягон шеъри худро шумо махсусан ба Афзалшох Шодиев навиштед? як тарона навиштам барои 30-солагии истиқлол. дигар ҳамаи сурудошона худашон ёфтан аз китоб ё аз интернет ё аз куҷо ёфтан ва оҳанг хондан. мо давраи донишҷӯӣ ҳамдигарро мешинохтем дар саҳнаҳои хурду бузурги Душанбе бо ҳам вохӯрда будем. мо ҳам тарона мехондему. Афзалшох Шодиев аввалин таронаҳошро мехонданд. баъд бо дар саҳна вохӯрдем ки вақти шеъри мана мехондану ман сурудҳои он каса мехондам. шумо сурудҳои он нафар шеърҳои шуморо. аммо бояд гӯям ки шогирди устод Ҷӯрабек Муродов ҳастанд ва овозхоне ки аз байни масалан устод Ҷӯрабек Муродов, Одина Ҳошимов, Зафар Ноздимов барои худашон як пайраҳаи дигар кушодану баъд баромадан Шоҳроҳ. Кам овозхонаҳо ҳастанд ки ҳамин хеле маҳбуби халқ ҳастанд. ин хеле баҳои баланд аст, хеле давлати бузург аст. вақте мардум дӯст медоранд. як муддат шуд ки ҳоҷи Афзалшох каме бемор шуданд. ман эҳсос кардам ки аз тамоми гӯшаи канори Тоҷикистон берун аз Тоҷикистон ҳам падарон, модарон, бародарону хоҳарон дасти дуо бардоштанду аз худованд талаб карданд ки худо шифо бахшад дубора рӯи саҳна биёянд. ҳамон замон мабодо робитаи телефонӣ доштед бо устод? бале. чанд маротиба? ҳудуди 3-4 маротиба мо ҳамсӯҳбат шудем ва аз хориҷа, аз Олмон барои ман суруд мехонданд ки ана ин суруди ватанро ман ба оҳанг мондам. барои ман хеле хеле қимат буд ки дар бистари беморӣ аммо берун аз ватан аммо як ғазали манро ба оҳанг монда. саломат бошед. ман медонед чӣ таманнён мекунам? таманнои онро мекунам ки бигзор сафи шумо бар ин сафи устод Афзалшох Шодиев бар ин устодон зиёд гарданд то мо ҷавонон боз ҳам тарбияи хуб гирем аз шумо. ташаккур. наврӯзтон муборак. очекам нависеги ҷавонӣ рафта хунеда. ҷавоният намефҳамдагӣ одамои бар мефҳамдагиш бимана. ман ҷавоният чунонам хондам ҷавонӣ рафта ҳозираш қаршона ҷавонӣ намеравад кута навистам. мана аз ҳамин чандта гап халос кардам. ассалому алайкум. назирахон синфи чанд шумо? молодец духтарам. ош мекунам o'zbeko, oshma gap neст. Yakta o'zbekka Afzalshok aka, biz chunon osh qilamiz dedik. Qayt qilasiz akajon? Aka bir keling Toshkentga. Madam siz bir keling bitam Panjikentga. Tosh qiladilar bitam qayt qilasiz akajon. Isfaraga keling bitam Ro'g'an Zag'ir, uning dezira isfaralik. U mayli bitam Panjikent isfara turing. Xo'jamga keling bitam birinchi kenja bilan osh qiladi. Devoni bo'ladi. Koni akoy abrendagi doktorga akam bor. Mana ja akam bir xizmat qilgan moba, hurmat qilgan rahmat qo'shon berkajon. Va amin yak zanak harfi shiye joshbe se meftasiya. Dadisha dadis meftas. Shashlika saslik meftas. Hozir sujamba saslik ba qo'yilmoqda. Hamma saslik mepazan ki devona meshadi qo'y mehmon. Ham tukada suhkadan jomon kada bizon kada. Hassaslik ham sizga ne ko'ram. Vaqtda shtasi ki Dushanbe omadasiz duta bo'dicha. Shab soati 11 asas. Ey do'xtar, geliyor. Afsanka do'xtar labay. Chi dori guftat? Yagonchi hasbi restoran ba? این دختری خوجندی شب دیگه دست ترچه بیچاره است که ها یکم ادایو دیم با ششلیکو مو های دیگه ساز نوجد دو تا نیم تاگی ادایور بعد ششلیک بیرون های خور کرد که ادای شما سوپ باشد
کافری عشقم چی خانه نابکار و نابکار و در خود میشناسم من خدا رو شعرهای رودکی را کی بخوانی تا بفهمی سوزی ما را سازی ما را ریزی ما را رازی ما را همین زرافشان رودکی هم همجا آب خوردگی من هم همجا آب خوردوسم آزرخش هم همجا آب نشتگی سنگی که رودکی شتگی بودم من هم رفتم شتگی من هم قشلاق با تلال شتگی 5 روز و وقتی مولانا بزرگوار شیخ خواجه کمال خوجندی خاکشان جناب عالی از تبریز گران آمدن من اینجا مخبره کردن مردم رفته آزی همینجا زیارت کرد و همین هم حسابی همون هزار رحمت برای پرزیدنتی رفته قبر میرزا عبدالقادر بیدیل در دهلی آباد کردن کمال خوجندی بزرگوار در تبریز دیگر بزرگای مایم این دنیا هیچی نیست یک از الهیم 1000 سال زندگی کنید بیاره یک از 1000 سال زندگی کردن نشد اما نشتوز کرد کمال خوجندی 800 سال زیاد رودکی 1150 سال شده نام انمین همین دعا انمین جز این دعا نگویم که رودکی گفته است 1000 سال بیزی 100,000 سال بیزی دوست را هر کس به قدری دوست داری دوست داشت مهری جانم اندرونی جان نگنجد ای بکیست اجتماع اندازه های عشق بازان را شکست عارفی در دفتری عرفان نگنجد عارفی در دفتری عرفان نگنجد ای بکیست ورنه انسانی که در انسان نگنجد Афзалшох Шодиев ки мисол чандин солҳост боз дар ин маҳси мо барномаи консерти худро намоиш дода истодам ва имрӯз ҳам бо сурудҳои нав бо як илҳоми нав омадан мо дина бо он кас ҳамсӯҳбат шудем ва як консерти идонае ки мисол дина санаи 22 баргузор гашт мухлисони зиёда ба худ ҷалб кард ва бовар кунед ки ҷои нишаст набуд ки одамо даромада истироҳат кунанд акун афсӯс ки имконияте ки мо ба мо муяссар шудааст намемонад ки мо одами зиёдро ба ин муассисаи мо қабул намоем албатта аз фурсати муносиб истифода бурда ман аз номи худам аз номи кормандони муассисаи давлати қасри ҷавонон ҳамшаҳрирони азиз умуман диёри азизамонро ки бо фарорасии наврӯзи аҷам табрик менамоям худо кунад ки соли оянда боз ҳамин чорабиниҳои фарҳангӣ зиёд шавад фурсат шавад ки ҳама омада дар ин ҷо истироҳат кунанд ва мо омода ҳастем ки қабули ҳамаи он тамошобинон ки дар ин ҷо мешаванд то қадри имкон дар ин муассисаи мо қабул намоем ман буги шумо гуфта ҳаҷ рафтаӣ гуфтам гӯш кунитон
بوی من که هر رفته گفتم ها چیزی بوی من نگفتید همون جان گفتم بعد افزالشاه به جای خواهرم باشن چه خواهر گفتم بوی منم داره که خوشبه بده بعد گفتم خیلی اونجا میگفتید گفتم بچه هاتون میگفت که افزالشاه شادی ردنای اکای ما اگرنده میشود میگفتم شوخ کردم همین موسیقی نینه بچه گفتم دیگه دلشون کچالو میگفتم آدم هر خیلی میشد این دنیا با دیل کشاد گرسان نکن همین گفتگی من که همین مردک آمده بوی من نمیگرد کن هم توی خورسان کردم هم مردک ممکن مرده اولی 80 من بود 105 میدر آدم آدم یک کلمه گفتی من کردی یا اون فکر میکنه همه افزال شدی من خیلی بچه دیل کشاد بوده است این دنیا همین یه شما دیگه بگم نازه خوننگی و درستی بکن نازه در نام شما جانم شما مادر جان اپا جان جان جگری من این خیلی انسان تربیه کردگی آدم به رحمت آدمی به فراست آدمی به آداب خنداتون زنیتون البته همسرشون آیلشون خودتون همین کتون به سلامتی در حقیقت حضرت ابراهیم خلیل الله ده آدم همین خیلی آدم باشد باید هزار رحمت بکنم عمر دراز کنید رحمت کنید زنده باشتون رحمت این من بچه‌ام باید بوهام با تیار کدوسیم گله سونی سیکنسی ها آخر میتیم ده بعد خواهرو بهم شمایی من بچه ها در امریکا یک چایخانه تاجیکی چوبکاری کدگی کدام شهر بود بول دربه وقتش هم رفته ساختگی استایی اسپره رفته ساختگی چوبکاری کده همجا رفتیم من این پسرام کردی جولیان اکتگی زنک امریکان که پرده زنک چپسه بیرون بز بالا زنک ما کلی کردیم بود بوهاشون من گفتم که جولیان بود مهجینن و یک ولی بیل سفتی بی هوای به چست دیدم که هم چویخونه گشتم من گیرم شد نشد باید سالک دانو بود میگه نسا سنبوی سایخ شده آشایخ شده 3-4 روز من این تاجیکا همین ساختگی گفته برای تاجیکا گفته هم اختکده پول نگرفت پول 5 روز زیافت آدم میزنک مایده همه جا آدمی نفس هست آدم خودش نفس بزنه جد کن هم تومی اگرم توریمی اتخامتون زنه بزرگ مرد شما نامتون به جانم سردی پدر جانم اول میخونیم پدری دیخوانم برای انمی کس شما دیدید ایلای سلامت باشم یکم چینگه نبرد کرد دیه تا همیشه دمد پدرم ای پدری دهخانم تو همی خواستی دهخان باشم نروم یک قدم از ده بیرون بنده ای مذهب و ایمان باشم تو همی خواستی قرآن خوانم که از او معرفت بالا نیست تو همی خواستی ملا باشم بسی در ده ایمان ملا نیست پدرم باز بخشا بر من گر نمانند تو من دهخانم نسخه‌ی پاکی تویم در دنیا من سراپای تو را میمانم نسخه‌ی پاکی تویم در دنیا زنده باد تاجیکستان زنده باد دوستی منه یک قدم را همسایه رک شده شد 1 میلیون آدم خرسند شد آب چشمش ریخت من مثلا خیش خودم بیم میگفتیم بی جانم ما رحمت کند خدا گذشتن رفتن نتونستیم اکیم گذشتن 70 سال 72 ساله
самарқанд рафта натонистам. Нашуд маҳкам тамом. имрӯз мана кушода шудааст, худо ба шукр. мерем мебием дуо мекунем, ҳамдигар ба рафт омад бигирем. мошина Ӯзбекистон Тоҷикистон даромад, ҳама милисҳои мо чест дод, хушомадедтон марҳамат. мо рафтем Самарқанд, ба ҳамин муҳтарам раиси вилоят ки рафтем, рӯзҳои вилояти сух дар вилояти Самарқанд рафтам ман бори аввал. бовар кунед ҳурмати худо, мошини ман дид 10,000 кас Самарқанд ба Афзалшох харса зад. айн зиёд хурсанд намешед ми, кайф намекунед ми. худо ба шукр. бед модарҷон, бед. در خاک پاتون مرم شما وقتی یاشم تا خاطر بچم فرزند تو خوندیم شما حالی هم یاش شدن نامتون مرم همه امید کرده بودم که یک بار همه کنسرت افزالشاه برم صد بار حقش نرم نامتون مرم شما دید صدقه نامتون شما خوب شده چی که شما گوید ما در خدمت شما قدمتون مرم. هزار رحمت، نوری چشم ما در شما جانم. شما آچه جانی من کار میشه. پیش شما فرزند من بچه، پیش پاتو 100 بار مرم من بچه. هزار رحمت آچه جان. شما کی؟ نازیه. وای این کس کی؟ من یوسف. حضرت یوسف پیغمبری همه خشرو بدگیده. نازیه کرامتلای وای هندوستان بکتی من رفت 15,000 کس اجاش خیز باید دیده بتونم این دیسکی خوندی. منم سانی خرم برامد منم خوندم دیم جانده. میره من کی گنگا اور تیره من کی جمناتا بولو راتا بولو سنگم آگا که نایی ار بولو راتا بولو سنگم آگا که نایی. شما دیدون رحمت حضرت یوسف دبر عمله سلفی چی بنه شما به سلفی کنید دوی ممکن من یک 25 روز این شب روز خدای زاره کرده باشم که ای خدا جان همی آزرخش نفس کن، ای خدا دم بزنم نامدم برم خدا جان فرزانه خوجندی 1 ساعت خواه رفتگی نه تا ساعت شدگی آزرخش عزیزم فرزانه بانجان الهی باقی راحت فرزندان نبیرای یک جای بینیتون و وقتی ملت شعرهای زور نمیشوستون این زورتر نمیسیتون انمی زمین و زمان ما تینگی باشد. پدرتون به رحمت، هر دوتون به تشکر، حاجی بابام به رحمت. من تا جایی که میدونم همکاری استاد افزالشاه شودیف با استاد آذرخش خیلی زیچه است و دوست دیگه‌شون هم خیلی زیچه است و چندین از شعرهای استاد آذرخش رو اون نفر سراییدن. درست. همکاریشون با شما هم هست؟ نگون شعرهای شما رو هم سراییدن؟ همکاریشان همینطور که ما اصلا در دفتر کاری استاد لایق با هم آشنا شدیم. سال 1986 یعنی چند سال شد. ببینید که چقدر دوستی قدیم داریم با هم. هنوز زمانی که من با آذرخش آشنا نبودم استاد افزالشاه دانشجوی دانشکده صنعت بودم. من دانشجوی دانشکده آموزگاری در خوجام. خداوند در همون دفتر کار استاد لایق ما را با هم روبرو آورد. استاد گفتند که شناس شو این دختری من و به من گفتند که شناس شو این پسری من. استاد لایق شناس کردن. با استاد لایق همکاری پیوسته دارند. از آغاز فکر میکنم اولین ترانه هایشان هم به متن استاد لایق بود و بسیار صادقانه و عاشقانه این محبت را ادامه دادن که تا امروز از آثار استاد لایق میخوانند و خیلی به تازه کاری میخوانند، با اعجاز میخوانند. با خودی من باشد همکاری ما یک کند غیر مستقیم از طریق طالب آذرخش و از طرف دیگر خیلی مستقیم به این خاطر که اکای افزالشاه چند بار به من گفتن که مثل سر و اسرار است که من شعر میگویم
میخوام نگاه کنید که بعد یک چند ترانه خودی مرا هم آهنگ بستند که امروز شاید خوانند. من با شما تشکر میگم که وقتی قیمتی خویش رو ارزانی داشتید برای ما. البته با شما استراحتی با فراغت روحی بالیده رو تمنا میکنیم. تشکر برای همه بینندگان عزیزم آرزو میکنیم که پیوسته در فضای نوروزی زندگی کنند، تازه آفرین باشند و همیشه در مرحله ابتکار و ابداع میخواهم هموطنان عزیز را بینم. سلامت باشید محمود خان. میندار رحمت باشید. گرمان رفتیم 4 ماه گشتیم، قریب 5 ماه گشتیم. با خود زنکی نیمیست، همیشه زنکی زود کمپیر منو پسرخان کرد. اول همه گنده کرد. من تو کلی نخود که دوست میفتن برم این پسر خودت یک طبق به خود بد میبود. میخوایم خیلی هم زنک دیلش رفتن خانهش افار میکرد داد من زن بی بچه بود. چه من نگیرم میشه دیل یارو خنده خود بود. همطوری ما به آچی من تو آچی من گفتم مادری من تو هر روز افار دادم پیچینی میچینی شکلات فقط میوه بودم می دو دخترچیم همین هم که حرمت کردیم هم زنک کمپیر من هیچ کس هم نیست. این خانه من بنامون تو افار میکرد خانه داد من بود. چه من همیشه نگیرم دیگه یعنی توجیهی بساز آخه همین دنیا با گپی ناز گفتن خیلی گپی ناز گفتن در کلیت گردن عاشقی همدیگر بودن در کل. حالی بودن 4 تا دوگانشون های بچه ما یک خوجور گرم برای مالی ما 6 کرده این همالی دوگانه هم کسی میرم ما کمپانی ما جوشنشون که میرم اسپرا میرم میگه زمرد مالیش با همه 6 کس کردشون همش چوب که بیزنیم خدا باش کنید چی بنی؟ دوگانی بابامو رفته بابام همجا تباشان چاق میکنم اون همه ما رفتی باید زیشته من برای استاد جوربک مرادف یک خرصد زنیدان برای استاد جوربک نبیف یک خرصد زنیدان بیت شاستون به همین خجان در دوشنبه اینا برای صنعت خدمت کردگی 6 مقام با جوربک نبیف با محمد نیازو معروف خوجه بهادر استادا همین خیلی جوربک نبیف 80 ساله شدن بنازکی استادی ما پیر ما استاد جوربک مراد همین سر رفته خانهشون مهمان شدن هر دو استاد شاگرد درجان کردیم بودن خیلی مهمانداری کردن استاد این خیلی آداب خیلی فراست خیلی مدنیت با خدا باید همین خیلی آدم مدنیت یاد گیریم فراست یاد گیریم یک کلمه هم گپاشون شیرین من هم تو دستش بردم در نام همین آدمی با فراست جانم در نام آدمی با آداب مرم در نام همین آچه های مادرای عزیز جانم حاجیانه جان نزاکت جان دو جان 121 بدر روی من اجازه نید با روزی معرکه با من امور خواننده باید یک تشکیل 100 بدر روی و 20 اکیصد میتیمی همونه 120 گو خیلی من بینیتونده زپاراژ به سال میشدن آدم ها زپاراژیц مسکویچ و ژیگولی بود درست می؟ شما همه تا اینو دیدی ژیگولی به 10 سال آچرت ایستاده آدم ژیگولی میخریده میگرفت 10 سال این براده بازی 500,000 تا ماشین بزرگ سگ نمیخوره
چای 95 پرپریلاسکه میفروختن مگزین چو کلبسی کپچونی خدا گرفت تا زمین که میفروختن اولی مگزین میدید 25 نمود کلبسی خودی خودم رو واسه چای 1000 نمود چای پور بزرگ همه چی های با اکترین تو آدمی ناشکر بنده با ناشکری این مرام خدا به همین روزای دادگیش با فیض و برکت نامی خدا به مرام همه چی خواهید هست دخترای این بچه بیاد زوجیه نه من نمیگیرم این بیاد نه این بیاد نه بیاد نه دادای منم همشه اینه شکلی داده نه بچه نه نه 25 دارم دیگه زه نگی سود نمیشه کسا همین خجام آوردم شاتیم همین خجام بیاون تا یوبا من به خدا آرزو دارم که مردم خجام که خدا شده به خدا من جاویدان بچه کلانی من اویلش داداش اسفرگی بوش مالدوانکا امریکا به زندگی میکنه بچه دوی منگین زنش پنشیر افغانستان با خدا اگر پنشیر افغانستان توجگوی اصیل احمدشاه مسعود زندگی شما انمان اولاداشون دخترم امریکا با شاورش های خیشوی خودمو انستیتوی لنینگراد تامکر آمد زبانهای ترکی انگلیسی هم زنشوی همون جنده ایسا جان حاضر نبیده چون اینجا به تولدشتی اونا دخترچم پسرچش خدا به شکر من دادام خاندار کنم بعد شهران باید زن میتیم بعد برنا جان شروع میتیم برنا دختری همه نظم دیگه و جان و جگرم باید صد کس آمده است همه چه نیفتوسیم من چون باید شوار کنم من دیوانه میشم ده گرمانیا بوده 5 ماه من ایران گشت باشه که زبان ترجمان زبان انگلیسی انگلیسی همه چی اوقاتای خواستگی رو پخته سر که داداجان چه همینجوری میگم خودم راه پری وقتی رفتم ساعت 2 شب تلفن داداجان مخورتون نبرد چون جو برسید فلان غم خوره که منده دختر پدر جدا نظم بیند دوست من لولچکا جوزان نظم بیند ریحان چی شیروان نظم بیند اینا هم کول درست مرکز واج گم زده سوزی فرزنداشون بود ولی نمیدونستند یک فهمیدوسی هم که فرزند چه ما برای اینو جان کنده عذاب میکشیم جگرامو کنده میشه در وقتا فرزند نمیدونه پدر و مادر سوزیشش فرزند نمیدونه بسیار وقت پدر و مادر برای فرزند جانش تیار کرد بیاد با نبیره بوتونم گندم دادی وای نامی نبیره بمرم من نبیری من نبینید بچه مراد جانه ولی تگیرم من جان بگوش همه تون انا اکنون دستاتون دست به دست کپیتان رای میکنیم که خلوات بکنیم عدس بیار خپی شما این رژیم شما انا داشتم اگه شما رفته و یا باید چسبتون شما اینجا آمده بچه کنی جهانگیر موبایل بدارید تیز موبایل بدارید جوانی رفت کنی رفتیم کنی انا که دار میزنه تون جوانی رفتم اینا همین دانگی جوانی انم خیلی دانم میرم بروی رهگلی پشمرده دیدم لگد مال است و مینالم جهانی زمان زیبی کاکل بودم اکنون جوانی و جوانی و جوانی دیدم نان پر از بالی کبوتر به دستی مادرم با به زبانی بروی نان زده هر بار میگفت جوانی و جوانی و جوانی درختی پیری به شاخ خبیره شنیدم با زبانی نفخانه به هر یک رهگذر میگفت و میگفت جوانی و جوانی و جوانی جوانی در چی در هر کاری خیره و مثل پندی سردی جویدانی ولی آن چیست بی هرگه نگوید جوانی 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 وای جوانی وای جوانی
بدخشانی جوانی را چی هست از دردشون بدخشانی جوانی را چی دانا بود چی زیبا بود چی جویا بود اما زود بنادانی و حیرانی و سرسانی جوانی را بنادانی و حیرانی و سرسانی جوانی را جوانی را خطیب و طلان زدی شیرین خوچندی جوانی را قرآن شهید داداتان و بوتان بگید دامادین به بابای افضل شما ایران بیتان بگید اما خدا بگید شما همه تا خوشبخت شدید وای وای پولی چی دیش سوس نگیدیم گیرید یعنی شما انا که بینیدی من این بچم من رو پول دادن که یک تا گل نخریدم پول دادم من بده دول جوش هم بده این پول نصیب همینه بوده است نگیدیم من بچه دیگه میتونی شما چه دستی مختار بگاه بگید یعنی خیلی جواب شما وقتی حاجی من گوی آوردم پول دادیدم گوی بیا همونا این دیلی پاکی شما رحمت بچی کن برکه رو کن انا او جانده بدسی ویشم بیارید اینجا این کسی دید این نصیبی اینگه دود کبده است منه هم گلو هم پول نگیریم خنده شخورا انا که رفته خاماتون این گلو بوده گواتون به داده نوروز مبارک با جان کده مچکون کن همین ملادیس رحمت بچی شام بکن با چنین خرسندی و شادی با چنین کیفیت ایدونه برنامه کنسرتی هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند یعنی در قصر جوانان به نام لایق شیرالی به پایان رسید. ما افسوس میخوریم از اونی که به ما میسر نگردید با خود استاد هم صحبت شویم ولی ما حرکت کردیم که بهر شمایان عزیز چند لحظه های زیباترین از برنامه کنسرتی امروز رو پیشنهاد گردونیم. امیدوارم هستم که نوارهای من بعدی ما رو باز هم تماشا میکنید. ما به همه شما موفقیت های بی‌نظیر خواهان هستیم. بگذار استراحتی با فراغت نصیبتون باشد. همیشه باقی تنسیتی رو ما تمنا میکنیم.